با تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان شما رو در برنامه اخباری آزادی آشنا می‌کنیم. سلام بینندگان عزیز، امروز 9 نوامبر این موضوع‌ها را داریم. تاجیکستان و قرقیزستان باز یک پاره مرزی مشترک را مشخص کردند، ولی در این باره تفصیلات زیاد داده نمی‌شود. یک پریگوژن رفت و دیگرش آمد. پاول پریگوژن می‌خواهد گروه زرخریدانی واگنر را که پدرش تشکیل کرده بود نجات دهد. تقریباً 20-30 هزار زرخرید بود که باید به جای جلب کرده می شدند. و انیسی کنج تنهایی کتاب است. کتابخانه شعله امید را در دل محبوس سابق گرم نگاه می دارد. وقتا بکده اونجا 5 تا کتاب آورده می خوانم، می برده با کتاب را سپردن می گیرم. ولی قبل از همه این شروع میکنیم از سفر پرزیدنت تاجیکستان به تاشکند که با هدف شرکت در همایش سران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی انجام شده است. رئیس جمهور ازبکستان سال آینده به دوشنبه میآید. در این باره روز 9 نوامبر ضمن ملاقات امومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با شوکت میرزیویف در تاشکند ذکر شد. گفتگوی رهبران دو دولت در حوزه همایش 16 سازمان همکاری اقتصادی صورت گرفت که از 8 تا 9 نوامبر در پایتخت ازبکستان جریان دارد. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، جانب‌ها همچنین مسائل رشد و گسترش همکاری‌ها در بخش‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، صنعت، انرژتیکا و فرهنگی و گومانیتری را بررسی نمودند. امومالی رحمان در این همایش تاکید نموده است که کشورهای عضو سازمان شریکان مهم تجارتی تاجیکستان می‌باشند. هیئت‌های توپوگرافی یا مکان‌نگاری تاجیکستان و قرقیزستان قریب 18 کیلومتر دیگری مرزی بین دو کشور را معین کردند. در این خصوص خبرگزاری‌های رسمی دو کشور اطلاع دادند، ولی هیچ یکی از طرف‌ها نگفته است که بر پایه این سازش‌ها خط سرحد چگونه کشیده خواهد شد. در هر دو کشور صداهای بلند می‌شوند که حکومت‌های دو جانب گویا به تبادل قلمروها رضایت دادند. مقامات رسمی از نشر همه گونه جزئیات خودداری می‌کنند. همکارم میرزانبی خالقزاد با ساکنان دهاتی نزد مرزی تاجیکستان صحبت کرد و همین حالا در بری من در استودیو است. درود بر شما. آیا آنها از خط آینده مرز خبری دارند؟ سلام شهلا و سلام بینندگان ارجمند. ماه گذشته گروه های کاری توپوگرافی گفته بودند که زیاد از 43 کیلومتر خط سرحد معین شده است. خبرگزاری دولتی خاوری تاجیکستان نشست دو جانب را دوستانه عنوان کرده است و سروزیر قرقیزستان گفته است همه این مسئله ها تا آخر امسال حل خواهند شد. منصبداران تاجیکستان قریب همیشه از شرح این مسئله خودداری می‌کردند و هنگامی که ما به دفتر رئیس ولایت سوخت، اعضای کمیسیون مشترک، وزارت و اداره‌های داخلی تاجیکستان تماس گرفتیم، با شنیدن سوال ما گفتند تنها وزارت کارهای خارجه می‌تواند در این باره معلومات دهد. بنابراین می‌ماند تنها مردم و مردم محل. بله، می‌دیدم که شما با آنها صحبت می‌کنید و گفتید بعضی نکات را برایتون گفتند. خب مردم چی می‌گویند؟ بله، با چندی از مسئولان جماعت‌ها و ساکنان صحبت داشتم، از جمله در واروخ و خواجه اعلی که بارها مکان درگیری‌های مرزی شدند. گفتند که 2 هفته پیش هیئت‌های اداره زمینسازی و گیاه‌دهی دو کشور آمدند و خط سرحدی را که در قطعه‌های بحثی می‌گذارد به علامت‌های سرخ نشانه‌گذاری کردند. همچنین حدود دهه همسایه کشور کوکتاش علامت گذاری شده است و جماعت آفچی قلعه در ناحیه باباجان غفوروف. در واروخ هیئت‌های دو طرف حدودهای دهه سامانیان تاجیکستان تا سمرقند قرقیزستان را نیز معین کردند و نعمت الله میرسیدوف ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی که این مسئله را پیگیری می‌کند و در صفحه فیسبوکی خود به نشر می‌رساند به رادیو آزادی گفت با چشمان خود گروه مرزبانی تاجیک را دیده است که در زمین‌های کشت نزد بلندی قمزار حرکت می‌کردند و این بیانگری آن است که این قطعه بحثی مشخص شده است. و قمزار موضع تبابتی بوده در جماعت مرزی چرکوی اسفره واقع است و یادآور می‌شوند در ماه آگوست همین سال گذشته به خاطر واردی این قطعه بحثی شدن چاروای ساکنان چرکو مرزبانان قرقیزستان تیرکشایی کرده بودند. نعمت الله میرسیدوف میگوید خاموش بودن هیئت‌های دو طرف به خاطر این است که در صورت آشکار کردن موضع‌های تشخیص شده امکان دارد اغوا شود و به کار کمیسیون خلل رساند. به گفته ساکنان حالا خط علامت گذاری شده است که نمیتوان گفت که خط حتمی و آخرین نوع سرحد است. یک ساکن خواجه اعلی گفت از خط مرز در تنگه واروخ و راه به سوی جماعت واروخ راضی نیست و فکر میکند که این خط میتواند واروخ را به جزیره قلمرو تبدیل دهد.
یادآور میشوم طرف تاجیکستان راه وارخ را قلمرو خود میشمارد و به انکلاو تصویر شدن وارخ در خریطه ها راضی نیست. اما طرف قرقیزستان وارخ را جزیره قلمرو میداند و طلب میکند حدود آن وسیع نشود. این است مسئله. بله، تشکر بینندگان عزیز. همکارم میرزا نبی خالقزاد بود با بعضی جزئیات تعیین و علامتگذاری شدن منطقه‌های بحثناک در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان که هنوز نزدیک به 300 کیلومتر آن دقیق و نشانه گذاری نشده است. برنامه اخبار آزادی را ادامه می‌دهم. بعد مرگ سردار شرکت خصوصی زرخریدان واگنر یوگنی پریگوژین، پسر او رهبری این شرکت را برداشت گرفته است. اما به قول خبرنگاران تلویزیون نستایشی وریمیا، اکنون این گروه در چارچوب نیروهای مسلح روسیه فعالیت کرده عملاً مقام شرکت خصوصی زرخریدان را از دست می‌دهد. ادامه در گزارش همکارم زرانگیز نوروشا. شرکت خصوصی نظامی واگنر دوباره با دعوت زرخریدان شروع کرده است. اکنون به یوگنی پریگوژین، انیقترش شرکت زیر رهبری پسر پریگوژین فعال می شود. اما آیا پاول پریگوژین 25 ساله می تواند از عهده اداره یک ارتش خصوصی برآید و جای پدر را بگیرد؟ پسر او رهبر میماند، اما فرمانده کسی دیگر است. پریگوژین هیچ وقت سرفرمانده نبود. پریگوژین چهره رسانه‌ای و رهبر شرکت بود، ولی تمام کار گروهی را دیویاتی یا دیمیتری اوتکین به دوش گرفته بود. حالا آنتون الیزاروف این وظیفه را دارد. تمام پهلوهای اقتصادی و مسائل دیگر به دوش پاول است. اینجا پاول پریگوژین همراه با همسر و دوستانش بعد شرکت در گویا عملیاتی نظامی روسیه در اوکراین استراحت دارد. در این نوار سرود میخواند و وقت خوشی میکند. پریگوژین خردی واقعا جنگیده میتواند. در هر صورت وی در میدانهای جنگ بوده است. او اینجا در لباس نظامی در شهر کادیفکای ولایتی لوهانسک است. بعد رفتنش این مکان به این حال رسانیده شد. وی البته شخصی کمبغل نیست. من حتی فکر میکنم ثروتمند است، اما اولیگارخ نیست. ولی ذخیره و تجربهش کجاست؟ بجز از نامش که حالا بیشتر یک خصوصیت منفی دارد، نه مثبت، وی باز چی دارد؟ پاول پریگوژین به بحث شخصی ثروتمند است. مالکیت را هم هنوز از خردی به همراه دارد. او مؤسسی چندین شرکت در سنت پترزبورگ است و احتمال از پدر هم میراثی خوب گرفته است. ثروتش به میلیاردها روبل برابر است. در این باره چندین تحقیقات هم نشر شده بود. اما با باور تحلیلگران با این همه در گمان است که او یک ذره از امکانیت‌های پدر و رابطه‌های او با منصبداران اولی کشور را داشته باشد. شرکت واگنر یک ارتش خصوصی بود که از سوی فردی دارای امتیاز و امکانیت‌های بزرگ و رابطه‌های زیج با شخصان اول کشور تأسیس یافت. محض پریگوژین صاحب قراردادهای دولتی با پول کلان بود. او شخصاً با پوتین آشنایی داشت. پریگوژین می توانست با منصبداران بلندپایه حکومت برابر و جای هم حتی سخت‌تر صحبت کند. درباره رابطه‌های پریگوژین خردی با منصبداران حکومتی معلوماتی نیست. به نظر کارشناسان تأسیس یک ارتش از نو تنها بر پایه نام پدر برای وی آسان نخواهد بود. درباره آنتون الیزاروف فرمانده نوی شرکت هم نظرها یکسان نیست. به گفته برخی از نماینده های واگنر و یک فرمانده تجربه دار و صاحب نفوذ بین زرخریدان است، اما قابلیتی رهبری ارتش را ندارد. در ضمن در مکتوب‌های داخلی شرکت نوشته شده است که واگنر یک بخش ارتشی روسیه خواهد شد. یعنی عملاً این علاقه شرکت خصوصی نظامی نیست، ولی مسئولینش وعده می‌دهند که در کار و شرایط زرخریدان تغییراتی نخواهد شد. تنها شرکت با ارتش روسیه شرطنامه می‌بندند. اعضایان و زرخریدانش نه. ما با ارتش روسیه بر عوض مبلغ و سپارش‌های معین قرارداد خواهیم داشت. با تاکید آنها قرارداد شرکت با زرخریدان مثل پیش میماند. اعضای آن 6 ماه خدمت را در منطقه شمال و غرب و 9 ماه را در افریقا، سوریه و لیبیا میگذرانند.
بعد مرگ یوگنی پریگوژین زرخریدان شرکت واگنر به هر طرف پراکنده شدند. حالا جنگیان سابق واگنر به چند راه رفتند. برخی در شرکت ریدوتی زیر رهبری تروشف خدمت میکنند و برخی هم به ارتش روسیه تحت رهبری پریگوژین خوردی رفت. کسی هم به وزارت مدافع زیر رهبری یونوس بیگ وارد شد. تقریباً 20-30 هزار زرخرید بود که باید به جای جلب کرده می شدند. به هر سبد پرتافته شدند تا پره به قول زیر خاک نشوند. شرکت واگنر زیر رهبری یوگنی پریگوژین بنا به ارزیابی‌ها قریب تا 70,000 محبوس را به صف خود جلب کرده با وعده آزادی به جنگ علیه اوکراین سفربر کرده بود. ده نفر آنها از جمله تاجیکان کشته شدند. شما برنامه اخبار رادیوی آزادی رو تماشا دارید و حالا می رویم به جنوب تاجیکستان و شما رو با زندگی یک محبوس سابق آشنا میکنیم که با مشکلات پیچیده همراه است. ساکن شهر کولوب 3 سال پیش از پشت پنجره رها و داغ سودی هم از نامش برداشته شده است. اما با این وجود او را به کار قبول نمی کنند. حالا تنها کتاب است که انیس تنهاییش شده و شعله امید را در دلش گرم نگاه می دارد. محمود جان رحمتزاده هم در همین باره گزارش می دهد. کاری رستم قواتوف در یک هفته تا 3 بار به کتابخانه رفتن است. حالا از ناحیه وسه به کتابخانه ولایتی کولوب رهسپار است. رهبران کتابخانه برایش اجازه دادند کتاب دلخواهش را جستجو کند. با همین شیوه ساعتها کتاب میکاود. تا کتابی خوب پیدا نکند از گفتن دست نمیکشد. رستم طول 1 سال شد که در کتابخانه ما آمده کتاب دسترس میکند، برده میخواند، با پس از 1 هفته آورده میسپارد، با جاش با کتابای درکاریش با برده میگیرد میآورد. رستم علمی عالی دارد و بخش اقتصادی دانشگاه کولوب را ختم کرده است. تا سال 2016 در کالج آموزگاری شهر کولوب به حیث انبارچی کار میکرد. سال 2017 در یک جنجال با همسایه 5 سال زندانی شد. اولی سال 2019 با قانون عفو از زندان آزاد و از همان سال کسی به او کار نمیدهد. بعد از همان روزی که از آزادی برآمدم داغ سودی ما برداشتن و با کدام کارگاهی که میروم ما رو به کار قبول نمیکنن. میگن داغ سودی داری نمیشه. گاهی با بهانه رفتن به کتابخانه و جستجوی کار هم میبراید. کار که برایش پیدا نشد راست به کتابخانه می آید. کتابی انتخاب کرده را میگیرد و برای آرام کردن خود به تالار خانش می رود. در اینجا با کودکان کتابخان تا آرام کردن عصبهایش کتاب می خواند. عصبش که آرام شد کتاب را با خود گرفته به خانه می رود. بعد من در همین کتابخانه صدرین عینی شهر کولوب اعضا شدم. دیگه اون وقتا بیکوده اونجا 5 تا کتاب آورده میخوانم، میبرده با کتابا را سپردن میگیرم. او اولین کتابی که از کتابخانه گرفته خوانده است غمگین مشو بوده است. همین کتاب باعث شده است که رستم غمگین نشده برای زندگی تلاش کند. حاضره در همین یک پارچه زمینی که همین در نزد حولین دارم همین را استفاده میبرم. خیلی میشوه بگیم ده او قدر خوب هم نباشد، خیلی زندگیمون رفته استده. سن رستم به 40 رسیده است و تا حال در این کلبه تنها زندگی میکند. اما او خود را تنها حس نمی کند. میگوید که کتاب ها همراهش هستند و کتاب و کتابخانه را نجات بخش خود میداند و باور دارد روز کاری خوب هم پیدا خواهد کرد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه وسه. و دوستان عزیز در همین ثانیه ها برنامه را به پایان میبریم. منت داریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر رو همیشه شما میتوانید از سامانه رادیوی آزادی و هم صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاستی که پیدا کنید. اگر شما نیز شاهد حادثه شدید لطفاً با ما تماس بگیرید. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یکی شما باشید.